حیات و فعالیت لینوس پالینگ، عالمی که کیمیا را با انسان پیوست. لینوس کارل پالینگ سال 1901 در شهر پورتلند ایالات اورگان ایمعه تولد شد. از کودکی کنجکاو بود. هر یک سنگ را می شکست، هر قطره را می آموخت. کتاب درباره کیمیا به دست او افتید و همین کتاب سرنوشت او را ابدی دیگر کرد. با وجود کمبودی مالیوی و رنج زندگی، پالینگ تحصیل خود را دوام داد. در دانشگاه دولتی اورگان و بعداً در کاکتل به یک جوان فوق‌العاده با قابلیت فوق‌العاده دارتر تبدیل یافت. پالینگ اول در کیمیای ارگانیکی و نئارگانیکی متخصص شد، اما تدریجاً توجه او به کیمیای حیات، مولکولهای بیولوژی و ساختار ماده ها روانه گردید. وی با استفاده از کوانتوم مکانیکا نشان داد که چگونه اتم ها پیوند یا اینکه پیوست میکنند. پالینگ اولین شده تصویر مکمل پیوند کوالنتی و گیبرید کنی اوربیتال ها را فهماند. با این نظریه فهمیدن ساختار مولکول ها از آب تا سفیده ها امکان پذیر شد. کارهای او با سبب شدند که علم ها مثل کیمیا، بیولوژیا و طب نزدیک شوند. او اولین شده ساختار اسپیرالی سفیده ها و بعداً در زمینه فهمش ساختار DNK نظریه پیشنهاد کرد. پیش از آن که استادان اوتو سان و کریک آن را به طور پوره آشکار کنند. پالینگ اولین عالمی است که جایزه نوبل را 2 بار به طور انفرادی گرفته است. بار اول جایزه نوبل در ساحه کیمیا سال 1954 برای تحقیقات بنیادی ساختار پیوندها و مولکولها و بار دوم نوبل صلح سال 1962 برای مبارزه بر ضد آموزش‌های هسته‌ای و طور تلاش برای صلح جهانی گرفته است. وی حتی با بحث‌های علمی درباره نقش ویتامین C در سلامتی شهرت پیدا کرد، گرچند بعضی عقیده‌های او بحث برانگیز بودند. لینوس پالینگ تنها عالم نبود، او شخصی بود که با قلم، تحقیقات و آواز خود میخواست جهان را بهتر سازد. او ضد جنگ، ضد تحصیلات هسته‌ای و پشتیبان علم برای حیاتی بهتر بود. پالینگ تا آخر عمر تا سال 1994 در سن 93 سالگی تحقیقات را ادامه داد. او در طول حیات بیش از 1200 مقاله و کتاب نوشت. امروز نام او در تاریخ علم همچون عالمی که کیمیا را به انسان، به حیات و به صلح پیوست
باقی مانده است. پس از گرفتن جایزه نوبل در کیمیا سال 1954 لینوس پالینگ همچون یکی از بزرگترین دانشمندان عصر 20 شناخته شد. اما برای او علم تنها در تجربه‌گاه نبود. وی باور داشت که علم باید به نجات انسان و جامعه خدمت کند. سال 1957 با دیدن خطر افزاینده آزمایش‌های هسته‌ای پالینگ بر ضد آنها صدا بلند کرد. او با همسرش اوا هلن پالینگ به جمع‌آوری امضاها و فهماندن ضرر آزمایش‌های هسته‌ای در محیط زیست شروع نمود. آنها 11,000 امضای عالمان را جمع آورده به سازمان ملل متحد سپاریدند. این جسارت علمی و انسان دوستانه سبب شد که سال 1962 لینوس پالینگ بار دوم جایزه نوبل، این دفعه در ساحه صلح را به طور انفرادی صاحب شود. او یگانه شخص در جهان است که 2 جایزه نوبل را تنها با نام خود دارد. در سالهای 1970 پالینگ به نقش ویتامین C در پیشگیری بیماری‌ها از جمله سردی و حتی سرطان توجه ظاهر کرد. او کتاب نوشت و توصیه می‌داد که مقدار زیادی ویتامین C استعمال شود. گرچند بعضی عالمان راضی نبودند، این فکر او را مشهورتر کرد و به بحث‌های زیاد راه گشاد. او مرکز تحقیقات طبی تأسیس داد که در آن هم آمیخته کیمیا و سلامتی هم مناسبت علم با انسان تدقیق می شد. پالینگ تا آخر همراه با کتاب‌هایش تدریجاً تجربه‌هایش و شاگردانش ماند. حتی در سن 90 سالگی او مقاله ها می نوشت، در کنفرانس ها شرکت می کرد و برای علم بدون زورآوری مبارزه می برد. بنیادگذار کیمیای معاصر کوانتی و بیوکیمیا، پیوندگر علم با حیات، کیمیا با انسان، عالم با 2 جایزه نوبل کیمیا و صلح، روح علمی که تا آخر با مردم برای مردم بود، این لینوس پالینگ بود. او 19 آگوست سال 1994 در سن 93 سالگی در کالیفرنیا از دنیا گذشت با آرامی با آثار ابدی.